ابعاد بزرگترین جنایت سازمان یافته علیه فرزندان ملت ایران هر روز و هر ساعت روشن‌تر می‌شود. حالا بر اساس گزارشی از تایمز لندن شمار کشته شدگان انقلاب ملی دست کم 16500 نفر اعلام شده و تعداد مجروحان هم به 340,000 نفر می‌رسد. اگر این رقم تکان دهنده 340,000 زخمی حتی به واقعیت نزدیک باشد، به روشنی میتوان گفت شمار واقعی جانباختگان به مراتب فراتر از آمار 16,500 و دست کم 2 برابر رقم اعلام شده است. آنچه رخ داده صرفاً یک جنایت نیست، یک فاجعه ملی تمام عیار است. فاجعه‌ای که نه بر اثر خطای محاسباتی بلکه با اراده و برنامه‌ریزی ضد ملی ترین رژیم تاریخ ایران رقم خورده.